درود به همگی، هستی هستم. توی این ویدیو قصد دارم نحوه محاسبه بار قراردادی یه اتمو توی یه عنصر بهتون آموزش بدم. اول از همه بار قراردادی یه فرمولی داره. حالا من فرمولش رو براتون می‌نویسم. ولی خب توی ادامه بهتون یه راه تستی و راحت‌تر میگم که اونجوری میتونید خیلی سریع‌تر بار قراردادی هر اتم رو توی یه عنصر تشخیص بدید. فرمول کلی که ما براش داریم میگیم بار قراردادی هست. میایم تعداد الکترون‌های ظرفیت اتم منفرد رو یا همون خنثی توی اتم رو که حالا بهتون میگم چی هست دقیقاً محاسبه میکنیم و کم میکنیم از تعداد الکترون‌های ناپیوندی به اضافه تعداد زوج الکترون‌های پیوندی. خب این فرمول یعنی چی؟ شاید تو نگاه اول خیلی براتون گنگ به نظر برسه. بیایم با یه مثال شروع کنیم که اینجوری خیلی راحت‌تر میتونیم متوجه بشیم که این فرمول دقیقاً چیه. به طور مثال ما مولکول اوزون رو در نظر میگیریم یا O3. اوزون میدونیم که یه همچین ساختار رزونانسی رو میتونیم براش در نظر بگیریم. خب من اینجا میام هر کدوم از این اکسیژنا رو بار قراردادیشون رو مشخص میکنم و حالا مثلا این عنصر اگه اتم اول در نظر بگیرم اینو دومی و اینو سومی. خب اول از همه میایم برای اکسیژن اولی بار قراردادیش رو بخوایم در نظر بگیریم. طبق این فرمول میگه تعداد الکترون ظرفیت اتم منفرد خنثی. برای اکسیژن ما میدونیم که این عدد میشه 6. برای هر عنصر متفاوته. مثلا برای هالوژنا 7 و اینا طبق همون جدول تناوبی باید بلد باشین. مثلا برای کربن 4. این عدداییه که هم باید حفظشون کنین هم بعضی از عنصرها خیلی کاربردی هستن. مثلا اکسیژن خیلی مهمه که بدونین که این عددش 6 میشه. پس میام 6 رو می‌نویسم. کم میکنم از تعداد الکترون‌های ناپیوندی. تعداد الکترون‌های ناپیوندی برای اولی خب ما تعداد الکترون‌های ناپیوندی رو اگه بخوام براتون اینجا علامت بزنم اینا میشه. خیلی ریزش کردم. یکی اینه و این که هست 4 تا. و جمع می‌کنیم با تعداد زوج الکترون‌های پیوندی. تعداد زوج الکترون‌های پیوندی چون عدد کمه زوج اومده یعنی هر کدوم از اینا یه دونه محاسبه میشه و این اکسیژن اولی ما 2 تا زوج پیوندی داریم که میشه 2. پس بار قراردادی این هست 0. من برای این اکسیژن 0 رو می‌نویسم. خب حالا بریم اکسیژن بعدی. میخوام آخر سر بهتون یه راحت‌تر و سریع‌تر بگم. خب این 6 رو که داریم. حالا تعداد الکترون‌های ناپیوندی دومی 1 2 تاست به اضافه تعداد زوج الکترون‌های پیوندی 1 2 3. اینجوری اگه بکشم 1 2 3 و بار قراردادی این هست مثبت 1. و حالا برای عنصر اکسیژن بعدی این 6 رو داریم و حالا میایم دونه دونه این اول تعداد ناپیوندی‌ها رو میشمریم یعنی اینا رو میشمریم و یه دونه هم زوج پیوندی داریم. حالا بنویسم 1 2 3 4 5 6 به اضافه یه دونه پیوندی که میشه -1. خب میخوام یه راه راحت تر بگم یه جورایی بهتون که خیلی سریعتر محاسبه کنیم و ذهنی. بیاین اینا رو من اینا که کشیدم پاک کنم بذاریم. این گفتیم شد مثبت 1 و اینم شد -1. خب میایم راهمون چیه؟ مثلا من اینجا زوم کنم. میایم تو ذهنمون پیوند بین اینا رو میشکنیم.
و هر چقدر، چون میدونیم که هر کدوم از این پیوند کوآلانسیا شامل 2 تا الکترون میشن دیگه، پس یه دونه الکترون ما اینجا داریم و یه الکترون به طور مثال اینجا داریم. میایم میدونیم که خب اکسیژن اول اینو باید بلد باشیم تعداد الکترون ظرفیت اتم منفرد خنثاش 6، اینو که باید بدونیم و میایم 6 رو دونه دونه از اینا کم میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7. 6 منفی 7 میشه منفی 1. حالا برای این یکی دیگه نمیخواد فرمول حفظ کنیم، دونه دونه پیوندا رو بعد وسط میشکنیم و بعد اینجوری کم میکنیم. 6 منفی 1 2 3 4 5 که میشه 6 منفی 5 مثبت 1 و اینم اگه این دوتا رو اینجوری در نظر بگیریم 1 2 3 4 5 6 6 منفی 6 میشه 0. حالا میریم مثال بعدی که بهتر متوجه بشیم. حالا میخوام این عنصر رو کربنش رو بار قراردادیش رو مشخص کنیم. خب اول از همه گفتیم که کربن 4 تا الکترون ظرفیت داره تو اتم خنثی در حالت خنثاش و از اون طرف اومدیم گفتیم که ما میایم تو ذهنمون این پیوندا رو میشکنیم. این وسط نشد. خب و برای هر کدوم از اینا ما یه دونه الکترون رو داریم. پس 4 منفی 3 میشه مثبت 1. این کربن دارای بار مثبته. توی حالا شیمی عالی به کربنی که دارای بار مثبته میگن کربوکاتیون. خب ما اینجا توی این مثال میخوایم برای کربن و برای بروم بار قراردادی مشخص کنیم. اول از همه برومو میگم. بروم میدونیم که جزء هالوژناست و تعداد الکترون ظرفیت اتمیش بروم تو حالت خنثی 7. و از اون طرف گفتیم میایم این پیوند رو میشکنیم و این دوتا بر هر کدومشون یه دونه اینجوری الکترون در نظر میگیریم و حالا 7 رو منفی تعداد الکترون اطرافش میکنیم. 1 2 3 4 5 6 میشه 6. 7 منفی 6 میشه مثبت 1. پس بار قراردادی بروم اینجا مثبت 1. و حالا اگه برای کربن رو بگیم این برای بروم بود. برای کربن خب کربن 4 تعداد الکترون ظرفیتیش و از اون طرف 1 2 3 4 تا هم الکترون اطرافشه. پس اینجا برای کربن ما بار قراردادی 0 رو داریم و خنثی. هیدروژن هم که میدونیم هیدروژن کلا یه دونه الکترون داره و یه دونه الکترون اینجا به اشتراک گذاشته، پس بار قراردادی اینا هم 0. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. خوشحال میشم چنلمو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و به دوستاتون معرفی کنید.